قراره که به دستامون نگاه نکنیم. یه دونه از همین بردست‌های پلاستیکی برمی‌داریم، خودکار یا مدارتون رو می‌ذارین از بالا داخل این اینجوری تو دستتون می‌گیرید. دیگه اگه شما خواستن هم بخواید دستتون رو ببینید نمیتونید. و اون وقتی که بین چشم شما برای دیدن، مغز شما برای تجزیه و تحلیل و دست شما برای اجرا هماهنگی ایجاد خواهد شد. ممکنه این هماهنگی در عین حال ناهماهنگ هم باشه ولی هیچ ایرادی نداره. اتفاقا خیلی هم خوبه. دفرمیگی هایی ممکنه به وجود بیاد که کارتون رو زیبا میکنه. من ناخواسته کار دفرمه اومدم انجام دادم.